باورتون نمیشه. ببینید اهالی این روستا چه کار بزرگی دارن انجام میدن. خدایا مسیرم خورده بود به انتهای استان گیلان، یهو دیدم یه عالمه آدم یه جا جمع شدن، هم در تکاپو هستن. گفتم خدایا چی شده؟ چرا همه اینجان؟ رفتم جلو، با مردم حرف زدم. وای که چی دیدم. اینا رو ببینید، همین مردم با غیرت روستای انبوه در شهرستان رودبار استان گیلان، زن و مرد، پیر و جوون، کوچیک و بزرگ، با بیل و کلنگ دارن کاری رو انجام میدن که مسئولین شهرستان رودبار سال هاست که از زیرش در رفتن. حد زدین چه کاری؟ این مردم خودشون دارن جاده‌های روستاشون رو سیمان میکنن. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. مردم انبوه دیگه از جاده‌های در و داغون خسته شده بودن. ما که صدامون به جایی نمیرسه، ولی توی هموطن گوش بده اشکت در میاد. اهالی روستای انبوه خیلی پول برای این کار جمع کرده بودن. یکی پول جایزه دخترش رو گذاشته بود، یکی خرج دانشگاه پسرش رو آورده بود، یکی گاوش رو فروخته بود، یکی گوسفندش رو، یکی به یاد امواتش برای عنوان خیرات غذا آورده بود. آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور محترم، جات خالی، همه با هم پول گذاشته بودن، جمع شده بودن، دست تو دست هم تا خودشون برای خودشون جاده بسازن. ببینید چطور دارن زحمت میکشن، ببینید چقدر با عشق کنار هم وایسادن. این ویدیو رو تا آخر ببین هموطن. شیرین شیرین قصه شیرین بالا بلنگ بالا رنگی، شیرین شیرین قصه شیرین بالا بلنگ بالا رنگی، هرگی کگی گینه گری سرچم بشن رومل زرین، سرچم بشن رومل زرین. شش روز هر روزه برابر این شایا بالاخره نه هر جای بریم فارغ.